تکبری این یعنی در نظر نگرفتن حقیقت است. خدا میگه فلان کار معنی است یا پروردگار یک امرت کرده است، امر خدا را به گردن نمیگیری و تحقیر کردن مردم، یعنی به احترامی و به قدر دانستن مردم. پیغمبر بزرگوار گفتن این چی است؟ تکبری هست. در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن که الا اخبرکم باهل النار، اهل اصحاب گفتن آیا من شما را خبر نکنم که دوزخی ها کیها هستند؟ اهل دوزخ چی خصلت دارند، چی صفت دارند؟ اهل اصحاب گفتن بله یا رسول الله. گفتن آره ما را خبر کو یا رسول الله. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن که کل عتل جواز مستكبر، گفتن تمام بد اخلاق های حسد خورنده تکبر، یعنی که سه چیز پیغمبر بزرگوار گفتن نشانه دوزخی بودن سه چیز است. یکمش بد اخلاقی، دویمش یعنی انسانی حسد خورنده حریص، یک انسانی که یک کس دارندش تلخش میکفه چون وای داره وای کارش خوب است از من نه، نسبت به همدیگر بخیلی و بدبینی داره، انسانی حسد خورنده تکبر. پیغمبر بزرگوار گفتن این سه خصلت یعنی جهنمی و دوزخی بودن هست. در حدیث قدسی رب العالمین فرموده است که العز ازاری و الکبریاء ردایی، گفتن یعنی عزت و کبریا اینها ازار و ردای من هستند. این دو چیز یعنی عزت عزیز بودن، بزرگ بودن، یا اینکه کلان شماریدن، این یعنی صفت خاصی الله رب العالمین است. این یعنی در شخصیت، در انسانیت یعنی براش حرام است دعوا کردنش یا اینکه چه مقصد کلان شمردن. رب العالمین گفته که فمن ینازعنی فی واحد منهما فقد عذبته، گفتن هر شخصیتی که اگر یک تایی را دعوا کنه یا بگه که من بزرگم، بعضی انسان ها دعوا می من کلان هستم من بزرگم، البته خداوند بعضی انسان ها بزرگ میگردانه اما خودی شخصیت حق نداره برای دعوا کردن. این بزرگایی که امروز نام گفتن اونها از زبانشون نبرآمده که دعوا کرده باشن که من بزرگ هستم من احترام کنید. در اصل خداوند بعضی انسان عزت میتیه، بعضی انسان بزرگ میگردانه و یعز من یشاء و یضل من، بعضی انسان خدا عزت میتیه بعضی انسان خار میگردانه. عزت از جانب خدا هست، اما هر شخصیتی که دعوا کنه که من بزرگم یا اینکه من کلانم تکبری کنه، رب العالمین گفته که من این انسان عذاب میکنم، من این انسان یعنی که عذاب به بالاش میارم. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم روزی میگه در سر یک سفره یک دسترخوان نشسته بودن، یکی از اهل اصحاب جا همراه پیغمبر بزرگوار طعام میخوردن. میگه این شخصیت یعنی از روی کبر و غرورش به دست چپ میخورد. پیغمبر بزرگوار گفتن که کل بیمینیک، گفتن ای فلانی به دست راست طعام بخور. حتی در روایت دیگر اومده است که ای مردم میگه شما به دست راست بخوره به دست چپ نخوره که شیطان به دست چپش میخوره. این شخصیت پیغمبر بزرگوار گفت که به دست راست طعام بخور. این شخصیت گفت که مستطعتو، گفت یا رسول الله گفت من به دست راستم خورده نمیتونم، یعنی که از روی کبر و غرورش ایستگو، از روی تکبرش گفت حالا که میتونست به دست راستش خورده. پیغمبر بزرگوار میگه چقدر ناراحت شدن و براش دعای بد کردن، گفتن مستطعت، گفتن الهی نتونی به دست راستت خوردن. این یک طرز دعایی است. حتی محدثا روایت میکنن میگه همین شخصیت بعد از گفتن همین جمله پیغمبر گفت الهی نتونی، بعد همین میگه دست راست از کتف خاک شد، میگه دیگه کار نکرد، گفت هرگز نتوانی گفت به دست راستت خورده. پیغمبر بزرگوار گفتن که ما منعه الا الکبر، گفتن این شخصیت به دست راست خوردن فقط تکبری معنیش کرد، یعنی همون کبرش معنیش کرد که به دست راستش نخورد. و رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در یک روایت دیگر گفتن که ثلاث لا یکلمهم الله یوم القیامه، سه گروه مردمی هستند که در روز قیامت رب العالمین به این مردم صحبت نمیکرده است. البته در روز قیامت میگه وقتی انسانیت حکم شمی برآوردن که فلان یعنی درجه از گناهگار است باید دوزخ برود، در فلان حالت است، این انسان میخواست است که با پروردگار یعنی صحبت کنه، عذر بیاره، بگه پروردگار که زندگیم یعنی سخت بود، کمبودی داشتم، 3 فرزند بودم، حالتم وضعین، میخواست است نزد خداوند عذر بیاره. اما عذر این 3 جمله مردم خداوند قبول نداشته است. ولا ینظر الیهم، و به سوی این 3 گروه خداوند نظر رحمت نمیکرده است، یعنی به حالش رحم نمیکرده خداوند 3 گروه مردم. ولا یزکیهم،
گناهاشون هم نمیبخشید است. از گناه این سه گروه مردم خداوند پاکیزه نمیکرده. ولهم عذاب علیم، برای سه گروه مردم خداوند سختترین عذاب میداد است در روز قیامت. اینها که هستند، یکمش شیخ زانی، انسانی کلانسال سال رفته زنا کننده، انسان یک سالش بجای رفته است، در سر و بدنش سفیدی یعنی موش سفید شده، حالی هم در راه زنا و در راه یعنی گناه است این انسان. دویمش ملیکون کذابون، سردار و کلانتری که فقط در قومش وعده دروغ بوده، فقط قوم فریب کنه که آینده فلان میکنه، یعنی دیگر میکنه، فقط یعنی قوم فریب کنه، نسبت به قوم فقط کلمات و گفتار دروغ داشته باشه. و سیمش و عائل مستکبران، یک انسان کمبغل و نادار تکبر. یعنی سه گروهی مردم خداوند در روز قیامت یعنی با اونها صحبت نمی کرده است، به حالشون رحم نمی کرده است و سختترین عذاب برای